من کیم؟ What؟ من کیم لعنتی ها؟ What؟ خیلی خوشم ایوه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه اگه تا الان سابسکرایب هم نکردین لطفاً هنوزم سابسکرایب نکنید تا بهتون بگم چرا. تا آخر ویدیو پس با من همراه باش. شاید حدود 5 دقیقه 6 دقیقه ویدیو بشه، ولی خب من آریانم و متولد سال 82 که جدی میفرمایی؟ به عبارتی میشه 20 سال. الان 20 سالم و شما شاید ممکنه این ویدیو رو وقتی ببینید که من 22 سالم باشه، یا وقتی ببینید که 25 باشم، یا 85 یا 69 یا اصلا نباشم. ولی خب بچه ها این چنل ریاکشنه و آماتورم، یعنی انتظار نداشته باشید که مثل پدرامیتو بیام مثلا بیتو بشکافم، یعنی اصلا بیتو جر بدم اون مو رو درارم بیرون بگم نگاه کنین موه. و یا اینکه مثل کانالای برونات، پرشین رپ ریاکشن، اینا بتونم مثلا خوب تحلیل کنم لیریک کارو. لیریک بود داره لیریک کارو مثلا تحلیل و بررسی کنم و اینا. نه من ریاکشن معمولی دارم. این ریاکشنی که آقا جان من آهنگ واسه بار اول گوش میدم میگم پشمام چه چیز جالبی گفت، واقعا نه بابا. نه اینکه مثلا 2 ساعت مثلا آهنگ رو گوش بدم و فکر کنم خدا این چی گفت. این ریاکشن عادی، یعنی ریاکشنی که واقعا انجام میدم. جدی میفرمایی؟ و براتون انجام میدم. پس میدونید ممکنه زیاد خوب نباشه، یعنی خوب نشه. ویدیوی اولم، ریاکشن اولم ممکنه خوب نباشه. تا من بیفتم راه یه مقدار طول میکشه. پس حمایت کنید، مثلا هیت بدین. من خوشم میاد هیت، مشکلی ندارم که فوش بدی اوکیه. چرا فوش بدی فوشت میدم، ولی مثلا همه بگید داشتمت که میگم خاکتم، عشقمی، فداتم، چاکرتم، پشم لای باسنگتم. ولی مثلا هیت بکنی سعی میکنم بازم خوب جوابتو بدم. ولی خب ولی با بسیجی با ارزشی و مگسی نه. اگه جزء بسیج نگو ارزشی، بگو مگسی. نگو حرومزاده، بگو بسیجی. بسیج سگه کیه؟ اگه جزء ارزشی رو نمیدونم این گنگوهایی که لطفا اصلا سیکیرتو کن. اوکی، نه چنل منو ساب کن نه ویدیومو ببین اگه جزء این 2-3 دسته حرومزاده ای. ببخشید ولی خب نیاز بود بهتون بگم. بچه من فن رضا پیشرو هستم. جدی میفرمایی؟ و خیلی دوستش دارم. این تو کل رپرها فن پیشروام، یعنی اصلا تعصبی نیستم رو نمیدونم رو هر مثلا هیپ هاپولوژیست نمیدونم گادپوری و شافور و فدایی نمیدونم اینا رو بگی اصلا برام مهم نیست، یعنی اصلا گرز فتشون. ولی پیشرو هاجی، به پیشرو حرف بزنید، کوچکترین حرفی بهش بزنید من فشار میخورم، عصبی میشم. ولی خب شاه لعنتی من خاکشم. ولی خب و راستی بهتون بگم بچه‌ها، من تکسای مثل سورنا، تکس بهرام اینا رو اصلا نمیتونم یعنی درک کنم. اولین آلبومی که من خریدم آلبوم گوزن سورنا بود، یعنی اصلا کلا اولین موزیک و آهنگی نمیدونم آلبومی بود که من اصلا خریدم. من تا اون موقع همه رو دانلودی حقیقتا گوش میدادم و آلبوم سورنا گوزنشو که خریدم فکر کنم اون موقع 100,000 تومان بود یا 90 تومان 100 تومان، خیلی اینم ارزون بود، یعنی خیلی گرون نبود ولی خیلی خوب بود، اصلا حس خیلی خوبی داشت. و خب دور نشیم از بحثمون. من زیاد زرت و پرت گو میخورم، بعد توی ادیت هم مشکل دارم، یعنی واقعا به معنی واقعی نوب سگم تو ادیت و ادیت های خیلی زایه میزنم. واسه همین آقا جان یه مدتی تو رو بعد اوکی میشه، قول میدم. دوستان اگه تا الان با من بودین پس و دیدین که اوکی هم و اینا، حتما سابسکرایب بکن و
اگه خودت آهنگ میخونی، نمیدونم فامیلت آهنگ میخونه، مثلا کلا هر چی، خب یا اینکه آهنگ درخواستی که آقا ما جان ریاکشن تو برو ببینیم چجور رو خوبه بده فلانه چجور رو شلانه، حتما داخل اینستاگرام بهم پیام بدین. آیدیمو هم داخل کپشن می‌نویسم، هم این بالا یا اینجا یا اینجا یا اینجا. میگم من ادیت هم خوب نیست ولی خب یه جایی میاد دیگه، یا اینجا یا اینجا یا اینجا یا اینجا یا اینجا. پس ببخشید اونجا واسه من بفرستین، ما ریاکشن رو میریم و ویدیو رو آپلود میکنیم. و بچه در مورد آپلود کردن ویدیو هم بهتون بگم که من چون به جز حالا یوتیوب سر کار میرم داروخونه و تایمم پره دیگه، تقریبا بخوای فکر کنی من 8 صبح میرم تا ساعت 9 شب و بین 9 تا 12 وقت دارم که ویدیو بگیرم و این ویدیوها رو روز بعد توی داروخونه ادیت بزنم. پس یکم سخت میشه کار، ولی خب اشکال نداره آجی جان، ما کار سخت خوراکمونه آجی، خوراکمونه میخوریم. جدی میفرمایی؟ پس اگه تا الان با من تا اینجا ویدیو با من بودی احتمالاً خوشت اومده، گفتین چه پسر اسکل خوبیه. اسکل که نه، کسخل، ولی خب تا اینجا اومدی سابسکرایب بکن. الان میتونی سابسکرایب بکنی ولی اول ویدیو سابسکرایب نکن. چرا؟ چون من بهتون گفتم سابسکرایب یعنی دنبال کننده دوست دارم باشه که رفیقم باشه، دوستم باشه، که آقا جان ایراد کار رو بگم، مثلا تو این ویدیو من اینجا توفق زدم، اینجا فلان کار رو کردم، اینجا حرکتی کردم که نباید بکنم، بیا بهم بگو. یعنی که مثلا کامنت بذاری اوکی باشه. یعنی که یه خانواده دیگه، یه دوست خانواده، فرندشیپ آره با هم باشیم دیگه. نه اینکه مثلا اگه من سابسکرایبی می‌خواستم که همینجوری بیاد مثلا دنبال بکنه دیگه بره، خب میرفتم فکر میگرفتم والا چه کاریه. ولی خب من کسی میخوام که عشق باشه، یعنی تک تکتون بشید قلبم و 3 تا کار باید انجام بدین دیگه. ساب بکنید، اینستاگرام رو دنبال بکنید و تعامل بکنید. میدونید چه؟ یکی از ساده ترین کارهایی که میشه انجام داد اینه که این خیلی ساده است واقعا. انرژی بدی، خب انرژی میگیری. یعنی من تو انرژی بدم 100% انرژی میگیرم. خب پس همیشه سعی کنید انرژی بدین و انرژی بگیرید. امیدوارم خوشتون اومده باشه و زیادی زرت و پرت کردم، حرف زدم، الان قلبم داره تق 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 تلمبه میزنه، اصلا تنگی نفسم گرفتم. برای استرس اولین ویدیوه. امیدوارم درک بکنید. ببخشید خیلی کماکاسی داره، من بک‌گراندم خیلی مزخرفه. این آقای رگناری که این پشت سرم یکم میترسم دیگه، دیدی اومد بالا سرم. حتما سابسکرایب بکن، اینستاگرام رو دنبال بکن، این پست رو لایک کن و زیر همین پست کامنت بذار ببین چجوره. یعنی اوکی بودم، مشکلات رو بگو، نمیدونم داستان رو بگو. مرسی که تا اینجا با من بودین. I love you all. بوس به کلتون.